فردا برای هیچ کس تضمین نشده، پیر یا جوان. شاید امروز آخرین باری باشد که کسانی را میبینی که دوستشان داری. اگر مرا قلبی بود تنفرم را می نوشتم روی یخ و چشم می دوختم به حضور آفتاب. هیچ کس تو را به خاطر افکار پنهانت به یاد نمی آرد. پس از خداوند خرد و توانای بیان احساساتت را طلب کن تا دوستانت بدانند حضورشان تا چه حد برای تو عزیز است. فردا برای هیچ کس تضمین نشده، پیر یا جوان. شاید امروز آخرین باری باشد که کسانی را میبینی که